Hello, my name is Israfil Ismail, and my friend's name is Somone Muali, and we came from Tajikistan. Our project's name is Kalima, which means word. این لایحه ما باشد، برنامه ما باشد. این من اینجا مثال یگان چی نویسم؟ سلام نویسم با زبان روسی میبرایم. привет نه معنایش اگر دو بار دیگه زیر کنه باز بسیارتر معلومات میدهد. اینجا این کارها رو ما با همون پروگرامیست کردگیم، با این طرفایش همین فسونیش و همین دیزاینش رو با خودمون کردگیم با معلممون با شارزل غیبولایف. اینجا با زبانهایش هم چند زبان با 6-7 زبان است. اینجا با فرهنگ زبان تاجیکی هم هست. این لغت در این دیکشنری 900,000 کلمه می باشد و 12,000 فراز. تخمینا گویم اینجا در زبان تاجیکی 200,000 کلمه هستند و دیگر زبان ها هم 150-100,000 کلمه باشند. این لایحه رو ما برنامه ساختیم برای آنکه در تاجیکستان یکمین برنامه می باشد که این خیلی دیزاینش زیبا می باشد و در تلفن آیفون یکمین لغت است که استفادهش بوده می شود. این همه پروگرام های آیفون استفاده کرده شده است. اما پروگرامیست با ما یاری رسو فهمون چی خیلی کرده یاد داد. برای همین ما همین چیز را برای همین ما همین لغت رو پیشنهاد کردیم. این آدم چمپیونات فوتبال تشکیل کرد. باز در آنجا هر یک دولت چیز ملی خودشون رو یا که سرود میخوندن یا که رقص میکردن، رقص و باز میکردن. ما در اینجا ما کوبک رو در دست گرفته رسم گرفته ایستاده بودیم. اینها جای یکم گرفتن، توپمنا جای دوم گرفتن. ما باشن جای سوم رو در فوتبال اشغال کردیم.